قبلا که جوری که ما شما میدیدیم اصلا جای رفت آمد نبود. باور کنید که یک موتور که میرفت یک موتور و نیم موتور در گذشته ها می آوردن اون چوبوری که بسیار کلان داشت را میانداختن، اما این رقم به صورت اساسی کار نشده بود. کاش نزدیک نمی وقت جمهوریت که بودیم همون تو که در سر کار میکردیم 10 نفر می آمد 2 میزد. اجاره انوارکاره میکنن. ببینید که آیا پلان خیر کردن دارن یا خیر. لنگر خوب نکردی یا گلیدر خوب نشده یا ای جای خراب شده ای جای خراب شده. نه وقتی جمهوریت رقم نبود. تا جای خیلی غلیمت شده است. خیرم شوه. خیر که شوه دیگه بیخی دیگه بود دیگه. به نام خداوند منان. بیننده های عزیز سلام. هر کجایی که هستید خدا کنه که از گزند روزگار در امان باشید. بازم خوش آمدید به یک برنامه کانال یوتیوبی دیدار مدیا. ما کوشش میکنیم همیشه برنامه‌های متنوع از گوشه کشور عزیز ما خصوصا بدخشان به شما تقدیم کنید. قسمی که شما بیننده هستید عزیزان دل، ما چندین برنامه داشتیم از خود داخل شهر ولسوالی بهارک به خاطر جمع‌آوری موادهای تاریخ تر شده، موادهایی که کیفیت نداشت و همچنان باز کردن رسته ها. و امروز هم شهردار ولسوالی بهارک یک شاهکار دیگر انجام داده. شما در تصویر میبینید این قسمت سرکی است که قبلا خامه بود، یعنی قیر نشده بود. از زمان سرک قیری که در بدخشان قیر شده بود در خود ولسوالی بهارک تقریبا از سالهای 1389 تا 1403 تقریبا 14 یا 13 سال میشه که اینجا خامه بود. اکثرا شکایت های مردم زیاد شده بود که به خاطر که اینجا باید قیر شود، به خاطر که موتورهای ما با مشکلات زیادی روبرو میشوند. در اینجا کار جریان داره. اینجا را فکر کنم که برای فعلا اینجا را انوارکاری میکنن. ببینید که آیا پلان قیر کردن دارن یا خیر. چه خوب است که امرا یکی از مسئولین شهرداری یا که خود شهردار صاحب باشن یا اگه معاونشان یا کسی که وظیفه‌شون در شهرداری باشه چند دقیقه امرشان صحبت کنیم. بیننده های عزیز اینالا یک جوان کوکر پیشی نظر خود داریم. ببینیم که خدا کنه که کسی باشن که مربوط شهرداری باشن. از این معلوم میشه که موتور صدا دارن. سلام علیکم برادر. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام. جانتان جورست؟ جور هستین ان شاء الله بخیر هستین. خسته نباشید. زنده و سلامت باشید. به خاطر 4 روز هم از خودتون در جریان کار است، به او خاطر گفتم خسته نباشید. زنده باشید سلامت باشید. چطور کار و بار بخیر میگذره؟ والا شکر است، خوب است دیگه میگذره. چه خوب است راستی خود یک معرفی کنیم. من توکل به خدا گفتم باش که یک پرسانتون کنم که مربوط شهرداری هستید اونه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم محمد شاکر، مدیر محاسبه شهروالی ولسوالی بهارک. مدیر محاسبه یعنی اسم فرق کردیم کسی را که پیسه در پیش است. والا یک بودجه ناچیز خرید تهیه کرده بودیم، خواستیم که اینمی سرک بسیار خراب شده و تقریبا 13 14 سال میشه که کسی را به صورت اساسی مثلا دست نداده بود. ما در مورد دیگه خواستیم با این بودجه ناچیز خودمون هم یک ترمیم بکنیم. اینا ترمیم میکنیم. این از زمانی که سرک‌های ولسوالی بهارک قیر شده بود، اگه اشتباه نکنیم از زمان رئیس جمهوری پیشین حامد کرزی. بله. تقریبا 13 و 14 سال میشه که اینجا قیر نشده بود.
ایره همه تا خودتان پلان گرفت یا شکایت های مردم زیاد شده بود؟ نه ایره خودمان پلان کردیم واقعا ما یک مقدار پول همینجا جمع آوری کردیم بعد دیگه بسیار خراب شده بود اگرچه یگان وقتا یگان کارهای یگان یک موتر و نیم موتر در گذشته ها می آوردن یگان چپوری که بسیار کلان داشت می انداختن اما این رقم به صورت اساسی کار نشده بود باز ما یک مقدار پول از همه عواید خود شاروالی بارک جمع آوری کرده بودیم امور خواستیم که این سرک به صورت اساسی اگرچه آرزو ما زیاد است که باید ایره ما قیر میکردیم یا یک قرق پخته سیمید میکردیم ولی متاسفانه خیلی نینمی شاروالی بارک به خودمان معلوم است که اونم یک مقدار عواید که بعد از آمده همه قدر تونستیم جمعاری بله هستیم. تو از این بخش ما مجده بوده فقط یک تختکاری میشه که قیرم میشه فقط برای فعلا یک تختکاری میشه در آینده ها ان شاء الله تصمیم داریم به سال پیش رو 14 اگر بودجه در دستمون بیاد پلان است که یک قیر شود. باید به خاطر که هموطنان عزیزمان ما را میبینه به بخشان اطمینان بدیم که اینا بخیر سرک قیر میشه و تعمیرهای جدید جور میشه و خلاصه که ولسوالی بهارک بعدشان شهر پاریس میشه ان شاء الله. باید هم شود. ان شاء الله ان شاء الله. خب از این دیگه خودتون قصه کنه راستی نفوس بهارک میان که بیشتر شده است. بله بله یعنی تعداد موتر وسایط نقلیه از موترهای باربری گرفته تا ریکشا تا پاسو همه موترها زیاد شده است. بله در سال نظر به آمارایی که در سال 84 بود که تقریبا بارک 67000 نفوس داشت والا در سال 14 یک برابر شد بارک 1,20,000 نفوس داره که بسیار تفاوت این کثرت بسیار هنگفتی است که چند بالا میشه روز به روز آب هوای خوب داره آب هوای خوب داره شرایط زندگی خوب داره شرایط زندگی خوب داره بله دیگه شما چند روز پیش رو میدیدید که تا یک مدت ما پیش در بازار بارک یک ریکشا وجود نداشت ولی که ما روز محاسبه کردیم تقریبا ریکشاها به 100 دانه رسیدن دقیقاً بیننده های عزیز قسمی که شاکر جان کسی که مدیر محاسبه شهرداری است گفتن که تعداد نفوس بهارک بیشتر شده حتی از 1,00,000 بالا شده است بله جای افتخار است به خاطر که جای خوب است که مردم میآید بله این مسئولیت شهرداری است که باید به داد مردم برسه اگر این سرک قیر این سرک انوار کاری کردید بعد سرک قیر شوه حتی به کوچه ها سر زده شوه ان شاء الله به خاطر که دل مردم اگر که ما بخوایم که بعد دست بیاریم اگر شهرداری بخواد که بعد دست بیاره هیچ کار نکنه فقط سرک جور کنه پلچک جور کنه ان شاء الله شهرولی تصمیم‌های زیادی داره ما دمی سال 14 یک چیره در برنامه‌مون که شهرولی در طول همه قدر سالهای گذشته هیچ موتر نداشت که ما خوشبختانه تونستیم از بودجه شهرولی امسال یک موتر باربری براش بخریم شخصی به خود شهرداری یک مقدار نو خریدیم براش دیگه یک دروازه از همیشه روز پلان داریم که قریب نمی هفته ان شاء الله اینا سوالتون میکنم اینا بخیر پلانات داینده بگید مثلا چی همه شهرداری و ولسوالی بهارک چی پلان داره داینده اینمی شهروالی بارک که فعلا همین پلانی که ما برای امسال داریم در بودجه که داشتیم یکی اینی سرک بود که این کار شروع شده یکی دروازه شهری است که در راه کوچه ایسار ان شاء الله بخیر دمی قریب دمی همین هفته ان شاء الله کارش شروع میشه و دیگه اون پیشتر هم یادآور شدیم که یک موتر خریدیم 10 سال پیش رو ان شاء الله تصمیم داریم که اگر بودجه بعد از آوردن بتونیم اگر تونستیم قیر میکنیم 100% اگر نشد یک پختش بکنیم دیگه پلان است که شهر ان شاء الله بخیر انکشاف بدیم شهرم کلان شود بله شهر انکشاف بدیم چه فکر کنید دیگه نمی کارو بیت ما دعا میکنیم خداوند شما را قوت بده هر چی کارهای بیشتر شما روی دست بگیرید الله سب شما را هم خیر بده که نمی چیزا را انعکاس میدن میرسونن مردم هم ما از مردم دیگه تقاضا است که همکاری داشته باشند دست هم بگیرن در بازسازی شهرشون در خصوصا باز در صفایی در نظافت شهر هم بگیرن شهر ما خانه ماست هر کس مسئولیت داره که بعد دست به کار شد تا قدر توانش بله شاکر جان خیر ببینید تشکر زیاد موفق باشید خدا به شما قوت بیشتر نصیب کنه بیننده های عزیز شما بیننده چند تاثیر باشید ما نظرات مردم هم میگیریم کسایی که محترمان هستند ببینید که چه نظر دارن شما بیننده چند تاثیر باشید ما دوباره برمیگردیم اینا بخیر ما هم سرک افتتاح کردیم تا یک قسمتی که جور شده است ما گفتیم که باش یک قدم بزنیم سرک کیفیت داره یا نه واقعا که سرک کیفیت داره و کارم به شدت جریان داره
یعنی لنگر هم که هستک اونجا ایستاد است این موترهایی که در بس شهرداری است اینا برای فعلا خاک و سنگریزه اینا را انتقال داده استند. ماشاءالله قبلا که ما شما میدیدیم اصلا جای رفت آمد نبود. باور کنید که اگر یک موتر که میرفت شاید سه چهار بار زمین را سجده میکرد از دستی که سره خراب بود. اینا من میخوام که یک نظر سنجی کنم کسایی که دمی سرکا کار میکردن ببینیم که کارشون در زمان امارت اسلامی زیاد شده است یا که در زمان جمهوریت. میریم بخیر طرف لنگر، کسی که موتروان یا صاحب لنگر است اما داخل موتر است او را پایینش میگیم چند دقیقه امراش صحبت میکنیم. باشه که این موتر بروه که ما را پایمال نکنه. سلام علیکم. همونجا باشه پیشتان میام. دروازه بسته میشه پس؟ دروازه بسته میشه که بالاشم؟ شما بیاید پایین اگه زحمتتون نمیشه و بخشش باشه. سلام علیکم بداره. خوب است جانتون جور است بخیر هستید؟ تشکر. نام مقبولتون؟ نام سرور است. دستم میگیرم. خوب. نامتون چیست؟ سرور. کاکا سرور خوب هستید؟ بخیر هستید؟ جانتون جور است؟ شکر بخیر باشید. شما با سلام میشید. تشکر زیاد. از کجا هستید خودتون؟ از پکتیا. از پکتیا؟ بله. از پکتیا خودتون بدخشان فعلا ایشو چی میکنید خودتون؟ ایران ماندم راستی؟ والا خب ما تقریبا 11 سال میشه و اینجا هستیم. 11 سال در این بدخشان کار میکنید؟ در این بدخشان کار میکنیم. خودتون در کدام شرکت هستید؟ یا که لنگر از خودتون شخصی است؟ این از شخصیت خب همین دو سه دانه وسایل داره، یک گلیدر است، دو دانه لنگر است. او ما پکتیاوال است. در فیض‌آباد میشینه اتاق در فیض‌آباد است. خیر خوب. اینا از شما یک سوال میکنم. خودتون در زمان جمهوریت هم کار کرده اید و در زمان امارت اسلامی هم؟ بله. از این بخش شما بگید که کار در زمان امارت اسلامی بسیار زیاد شده است و در زمان جمهوریت. یعنی کار خودتون؟ با فکر ما همین کار میشوه در امارت اسلامی کارم خوب میشوه. کارم زیاد شده است. کارم زیاد شده. بیکار نیستی؟ بیکارم نیستی. خود سم استاد است. یسو میروه که لنگر خوب نکردی یا گلیدر خوب نشده یا ایجای خراب شده ایجای خراب شده. در وقت جمهوریت رقم نبود. همون که کار میکردی پشت نمی آمد که چی رقم شد پیسه را میگرفت میگه برو دیگه خلاص شد. خلاص دیگه. این از شما پرسان نمیکرد که موترتون چی مشکل داره؟ اما در زمان امارت اسلامی هر دفعه شما را پرسان میکنه که یعنی لنگر شما دیگه چی مشکل داره؟ وسایل شما کدام ماشینش خراب است؟ اینا رو پرسانتون میکنه. پرسان میکنه دکا چی رقم شده خالی پا جور شد اشتراک مونده یه خوب جور نشده یه رقم است یه رقم است. جای خوشبختی است. باید افتخار کنیم. بسیار باید افتخار کنیم. کس نزدیک نمیه وقت جمهوریت که بودیم همون تو که در سر کار میکردیم 10 نفر میامد 2 میزد. یک دو دانه سیری میزد انجینر هم میزد. الحمدلله شکر است. هیچ گپم نیست. شو باشی روز باشی گپی نیست. خلاص آزاد هستی. آزاد هستیم. زور یک طرفه شده است. دیگه کسی زورگو نیست. نه الحمدلله شکر. با امید یک افغانستان آباد آرزومند هستیم. خداوند کنه. الهی آمین. آرزو داریم. اگه شما به کارتون برسیم ما دیگه مزاحمتون نمیشیم. نه مزاحم نمیشیم. بخیر. سلام باشید. تشکر زیاد. سلام علیکم کاکا. و علیکم السلام. خوب هستید؟ جانتون جور است؟ بخیر هستید؟ جانتون جور است. کجا رفته روان هستید؟ بخیر. ما میریم شفاخانه. یعنی بخیر. خودتون ریشتون هم صفحه شده اما دلتون سنده است که موتروانی میکنید. بله آن سه. یعنی موتر کرولا. بله. از کجا سه خودتون کاکا؟ از شهر کنه هستیم. از شهر کنه هستید. در کدام لاین کار میکنید؟ در این لاینای شفاخانه هم کار میکنیم و خیرآباد و دشت فراخ و های نمیاد که برای پیدا کردید مقصد. دیگه توکل به خدا میشه میشه خوب است. کاکا جان دیگه نظرتون بگید دمی سرکی که قبلا خیلی ها خراب بود و هممون معلوم بود برای فعلا جور شده است. بله. نظرتون چیست؟ نظر ما همیشه که اگر جور شوه و به پایه تکمیل برسه ما بسیار خوش میشیم در این باره.
فعلا خوب برابر شدگی است. تا جای خیلی غلیمت شده است. خیرم شوه. خیر که شوه دیگه بیخی دیگه بود دیگه یک جان زنده میشه خلاص خوب همه است. دیگه. از همون ولایت‌های اول سرک بخش ما بگی چی رقم بود؟ از همون خیر که ختم میشه تا به جا دیگه این سرک به تا پیش شهرداری تو بله آن دیگه خیر نبود. نه خیر نبود و موتر هم دیگه گلمش جمع میشه. اگر سوارتون که در خواب می بود اگر در این سرک می بود بیدار میشد. بله حالتش خراب بود. حالتش خراب بود بله. حالا کجا میرید؟ حال خود نمیجا نمی تیرا را هوا میزنم و پس میگردم میرم از شهر اگر شیشه است بار میکنم میرم اون دیگه تا یعنی زنتون نمیشه. خیر ببینید. تشکر. خداحافظ. بیننده های عزیز، هرم بود نظر هموطن عزیز ما. واقعا که خیلی ها خوشحال هستند. میگن که بر علاوه که سرک جور میشه باید پل و پلچک هم جور شود، باید داخل شهر هم وسیع‌تر شود، چون که نفوس بهارک هم حتی از 1 لک به بالا شده است. ما پیشتر کسی که در بخش شهرداری بود محاسبه دقیق بخش ما گفت. بیننده های عزیز، هرم بود برنامه امروز ما از ولسوالی بهارک. تا برنامه بعد الله یارو یاورد.